خنده های دلبرانه‌ای که ظاهراً امان از دل شیخ های عرب برده است. میگوید نه، پس لطفاً ادامه نوار تصویری را به دقت ببینید. هنوز قانع نشده اید؟ یک بار دیگر ببینید. تنها این شیخ نیست که این گونه خمار و مبهوت عیال رئیس جمهور آمریکا مانده است. نیم نگاهی ها و زیرچشمی های این شیخ ها هم از شکار دوربین ها به دور نمانده است. ظاهراً دختر و خانم ترامپ در سفر کوتاهشان به عربستان حاشیه های جالب دیگری را نیز رقم زدند. این نگاره هم نشان می دهد که ظاهراً چشم و دل کندن از دختر و خانم ترامپ برای شیخان عرب بسیار دشوار است. شیخ هایی که زن بدحجاب را لعنت می کنند و دست دادن برایشان حرام است. این بار اما بیخیال این حرام بودن ها شدند. سفر دختر و خانم رئیس جمهور آمریکا به ریاض میان کاربران رسانه‌های اجتماعی اما بیشتر داغ شده است. مثلا کاربری با این دو بیت به شیخان عرب کنایه گفته است. برخی هم تابو شکنی دختر و خانم ترامپ را استقبال کردند. شماره هم تأکید کردند که شیخ‌های عرب به هیچ هنجار و ارزش اسلامی پایبند نیستند و تنها از این ارزش‌ها برای پشتیبانی از فکر تندروانه و اسلام افراطی استفاده می‌کنند. در این سفر خیلی آشکار شد که شیخ‌ها و حکام عربستان سعودی به هیچ گونه هنجار و نرم و ارزش پابند نیست. آنچه منفعت ملی عربستان سعودی اقتضا بکنه و آنچه را تداوم قدرت شیخ‌های عرب اقتضا بکنه او را انجام میده. تنها در میان کاربران افغان نه، میان کاربران بیرونی هم برخوردهای شیخ‌های عرب با خانم و دختر ترامپ سوژه شده است. حاشیه‌های این سفر ظاهراً در امریکا نیز بحث برانگیز شده. چنانچه که کاخ سفید در پاسخ به این واکنش‌ها گفته است که عربستان از هیئت آمریکایی نخواسته بود که خانم‌های عضو این هیئت با حجاب اسلامی وارد سعودی شوند. در گوشه دیگر این سفر، کشوری که موسیقی را حرام می‌داند پس از امضای چندین سند به ارزش میلیاردها دلار اینجا گروهی رقص و پایکوبی می‌کنند. ظاهراً خبری از ارزش‌های اسلامی نیست. با این وجود در آن سو رهبران آمریکا و عربستان رقص و پایکوبی می‌کنند، اما در این سو از بابت حمایت همین شیخ‌ها از هراس افکنان 10 تن در افغانستان جان می‌دهند.